سلام دوستان، در خدمت شما هستیم با یک ویدیوی دیگه. این ویدیو درباره زمین‌لرزه رودبار و منجیلی است که در سال 1369 اتفاق افتاده و جزئی از بزرگترین زمین‌لرزه‌های سطح وسطی در ایران به شمار آید. میشیم همدیگر امرایت بخش بین هندی در خدمت شما هستیم. ساعت 12:30 بامداد نیمه شب 31 خرداد 1369 در حالی که بسیاری از مردم سرگرم تماشای مسابقات فوتبال جام جهانی 1990 ایتالیا بودند، زلزله‌ای به بزرگی 7.4 ریشتر رودبار را ویران کرد. این زلزله در عمق 13 کیلومتری زمین روی داد و در نهایت حدود 37,000 کشته بر جای گذاشت و تا شعاع 100 کیلومتری از مرکز زمین لرزه موجب خسارات جانی و مالی فراوان گردید. در این زمین لرزه علاوه بر حدود 37,000 نفر که جان خودشون را از دست دادند، بیش از 200,000 واحد مسکونی تخریب شد و خسارات عمده‌ای به تأسیسات و اماکن عمومی در استان گیلان که متأثر از این زمین لرزه بودند وارد آمد و حدود 500,000 نفر هم بیخانمان شدند. شدت زلزله به حدی بود که بر اثر حرکت گسل‌ها حداقل 4 روستا به طور کامل و با ساکنانش ناپدید شدند. در شهر منجیل اکثر ساختمان‌ها ویران شدند و صدها کشته بر جای ماند. سد منجیل در جریان زمین لرزه به شدت آسیب دید، به طوری که دریاچه پشت سد تا پایان مرحله بازسازی به طور کامل تخلیه شد. در تونل‌های محور منجیل رودبار شکستگی‌های بزرگ به وجود آمد و ورودی تونل‌ها به علت ریزش کوه تخریب شدند. این زمین لرزه از لحاظ تلفات و ریشتر جزء 5مین زمین لرزه‌های بزرگ ایران میباشد. بچه‌های داداشم بازم داداشم، بازم خواهرم، مادرم، پدرم، خواندادم. دخترم ما با 8 بچه، پسرمون با 2 بچه با مادره. نکته جالبی که در مورد زلزله رودبار اینه که 3 فیلم در مورد زلزله رودبار توسط عباس کیارستمی به ساخته بود که اولی در سال 1365 بود و ربطی هم به زلزله نداشتی. فیلم نام بود خانه دوست کجاست. سالها بعد از زلزله سال 1369 فیلم زندگی و دیگر هیچ در سال 1370 در روستای کوکر هنده بساخت و آخرین فیلم از این سگانه که معروف به سگانه کوکریسه در سال 1373 به نام زیر درختان زیتون در روستای کوکر بساخته بود. امیدوار هستیم که اینجور اتفاقا گیلان من و ایران من نین. ممنون که تا این ویدیو تماشا بودید و با لایک و کامنت و سابسکرایب کانال از همو حمایت. چمین جان و قربان.